اگر کدام شخص یک بار بگوید الله اکبر، یک بار بگوید لا اله الا الله، یک بار بگوید الحمدلله، یک بار بگوید سبحان الله، او عزل حجر عن طریق الناس، یا یک سنگ را پیغمبر گفتن از راه میگیرد و بیره میکند، او شوکتا، یا یک خار را از راه مسلمان ها بیره میکند، او عزما عن طریق، یا یک استخوان را پیغمبر خدا گفتن از راه بیراه میکند، او امر بالمعروف او نهی عن المنکر، یا امر معروف میکند یا نهی منکر میکند، عدد 60 و 300. خداوند بر همون بنده موافق همین 360 رگی که دارد 360 ثواب در نامه اعمالش می نویسد. زیرا که برای یک امر معروف و نهی منکر از من کردن یا از شما کردن 360 رگ خدمت میکند. برای یک مسجد قدم زدن پاهایی که حرکت میکند 360 رگ این پایها را در حرکت میدارد. خداوند 360 ثواب در نامه اعمال همه شما امروز کتابت میکند به خاطر آنه که شما به مسجد آمدین، برای شنیدن امر معروف آمدین و اگر یک بار تکبیر گفته باشین به 360 شما ضربش کنین که خدا این ثواب بر شما نصیب گردانیده است. و خوش به حال اون برادرانی که در قد راه می آیند و آن چیزهایی که آزار مسلمان ها هست اونها را از راه بیراه میکنند.